آیا هیچ میدونستی که اصل و نسب برخی از واژه‌ها که در زبان فارسی عامیانه رایج هستن و برخی از ما هر روز اونا رو تو جمله‌مون استفاده می‌کنیم در واقع شکل دگرگون شده کلمات زبان‌های بیگانه هستن؟ برای مثال زپرتی. در واقع زپرتی یه واژه روسیه و استفاده از اون یادگار زمان قزاقای روس در ایرانه. در اون دوران هر موقع سربازی به زندان میافتاد دیگران میگفتن یارو زپرتی شده. این واژه کم کم این معنی رو به خودش گرفت که وقتی کاروبار کسی خراب شد بهش بگن زپرتی. پس اگر میبینید که من چند وقت یه ویدیو تو یوتیوب نمیذارم بدونید حتما زپرتی شدم. واژه بعدی واژه هشلفه. این واژه موقعی وارد زمان عامیانه شد که عبارت انگلیسی I shall have از لحاظ تلفظ مورد پسند ایرانیان قرار نگرفت. کلمه بعدی چوسان فسانه. حتما اون رو شنیدید. این کلمه از واژه روسی شوسانی فسانی به معنی آرایش شده و شیک پوش وارد زبان عامیانه شده. شروور برگرفته از یک واژه فرانسوی به معنای همهمه و هیاهوه. لگوری یا دگوری هم یادگار زمان سربازخانه های ایران در دوران تصدی سوئدی هاست که البته به زبان آلمانی به فاحشه های نظامی خطاب میشه. فکستنی یک واژه روسی به معنی بامزه است و در زبان عامیانه به معنی بیخود و مزخرف به کار میره. پس امیدوارم که از این برنامه فکستنی لذت برده باشید. خدا نگهدار. که در اصل زبان فارسی اینقدر سر صدا نکن. چیکار داری میکنی؟ به پویا در خلا مشغوله تقدیم هدیه به برنامه من هستم. خیلی ممنون. مرسی عزیزم. چه زوری هم میزنی. برنامه‌ام چطوره پویا؟ دوست داری احتمالا؟